السلام علیکم تماشابینان محترم. به نام خداوندی بزرگ و یکو یگانه میخواستم درباره ماجراهایی که در دهه‌های نامبر کنید دهه‌هاتون خودتون. آب نوشاکی ملونیاز. آب نوشاکی ملونیاز از پیشانی بالا سرکردگی تا نجیمه است. تا دهه نجیمه است. چی کم اینجا چی پرابلم دارین شما؟ اگر همونجا باشه آب همونجا تربه قطعه کشیدگی اومدگی بود. تربه دیامتر هم باید و سبب آب 1 متر به 1 متر تربوش آب و سبب هم اصلا نه برقرار کن تمام بیا. این در ناحیه واسه پر جماعتتون همشون نامبر کنید. ناحیه واسه ولایت ختلان سر تکشوفی که خدا رجب اگر جماعت دهاتی خدای رجب دهه‌ای مثال پیشونی بالا پیشونی موبن عثمان بکا ناوده تا نجیمه است. اگر همی تامین میشه یعنی شما حاضر خواهش دارین که همین درخواست شما و سمی جنابی اولی رسانده شود و همین خبرهایی که در زمان ثابت شوروی فعال بودن اگر همین را برقرار کنن چند ده صاحب آب می شود؟ 6 کیلو با آب نشون تامین می شود. 6 دهه با آب نشون تامین می شود. ما تنقیب همین آب داریم. مراجعت کردین یگانجا شما؟ ما خطی مراجعت کیستیم مثلا خطی مراجعت کنیم ولی حل کشان نمیشه. ما شخصا با اونو وضعیت چی آب در مراجعت کردیم. مثلا آب میشوکن ملونوزا که اصلا نو تامین شود. جواب گرفتین با مراجعت های خطی خودتون؟ نه باید تشوال مراجعت نکن دانتی رفته با بساگی امام را فهمو وضعیت خیلی مسائل را میبرداریم انشالله حرکت میکنیم که دهه‌های شما با آب نوشاکی تامین شوند. و دیگر چی را پرسیدن میخواستم شما از کدام آب استعمال میبرید بر این آب نوشاکی که نداشتیم؟ ما همینجا یک اسکواج دارن همین یک کدام آدم شخصی شد همون یه روز اگر هم یه بنا چی سومشان است برا پاکیزه همین قشلاق بیاورد پاکیزه باید اینه کانال آب همین بچه‌های این منطقه بچه‌های زور بسیارن. اگر کمک کنم با یوری همدیگری از زکات مالیون که در راه رضای خدا در راه ثواب همه کسا شوند این کار انجام دادن نمیتونم. خیلی وای کاری بسیار دارد که وای کارش نمیدونم نه که به حد استعمال کنم اون بسیار است. تخمین چند هزار آدم با آب تامین میشه تخمین؟ اگر همین آب ملونیاز بله بسیار آدم حتی وقتی خوشقیه و چون فورفورو را تامین میکنم آب نوشاکی تشکر برای دعوتتون. من عذر میپرسم که شما ماهای دراز انتظار بدین انتظاریان که یک نفر بیاید داد شما را بشنود و من از خداوند کریم و رحیم شکرگزار هستم که از چند صد روزنامه‌نگاری با قوتی که شما دعوت کردین یگان مردش جرأت گلبر نکرد اینجا بیاید. من گلی زرد با امر پروردگار خسته آمدم و انشالله ما این پرابلم شما را حل میکنیم در یک جایگی انشالله. خداوند مددگارمون باشد. بابای حاجی یک دعا بتین برای کار مال اولوی دنیا آخرت تو پروردگار مال پرزیدنت هم زیاده بود هر مال مسائل داره انشالله. آمین. الله اکبر رحمت